دوستان عزیز، خدای سعید جمع با تمام مسلمانان مبارک شوند، خصوصا با مردم مسلمان تاجیکستان و تمام غریبان و مهنتکشان روی دنیا. خداوند کریم در این روز سعید جمع در نزد خانه خدا و هر یک از شما دعا میکنم که پروردگار را تمام مشکلات شما را آسان بگرداند. پروردگار را عهد صمد پیش کس نوکس سرخم تو نکند. خدا و خداوندان کریم خدمت که در مهاجرت هستی، در کار هستی، در زحمت هستی، در شهرهای غربی، پروردگار با دستی کار به تن سالم به پیش فرزندانتان بر بگرداند. خدا و خداوندان کریم باز هم دعا میکنم دولت ما را تنجی و آبادی تمام مسلمانان را سربلند بگرداند. پروردگار کل دشمنان اسلام پروردگار نیست نابود بگرداند. پروردگار همه وقت سرجم و مسلمان تاجیکی یک قوم باشیم، همه وقت یک دست باشیم. پروردگار دعا کنه که همه وقت هم سربلند باشیم. شکرانه همین آبادی کنه که الحمدلله سالم و ساعت و تنج آبادن که برای خانه خدا این روزا ما سفر میکنیم. در حق همه شما